حوزه سوخته 80 وات داریم که میخوایم الیمنت و نوکش رو عوض کنیم. اول میایم پیچ رو باز میکنیم، بعد این دو تیکه نیست، این از سر بریم بدون چاقوی میندازیم توی شیارش، شیار اینجا میدیم بالا، بعد این توش میکشیم بیرون. این الان در اومد، اگر قبلا سوخته بود سیماش ذوب شده بود. یواش میدیم جلو. این اون الیمنت و این نوکش، اینا با یک دونه نو جایگزین میکنیم. اینا از سعدی گرفتم، نوکش برنج خودش 80 وات الیمنتش، قیمتی هم نداره، حدوداً 100,000 تومانه الیمنتشو. دو تا پیچ هم همراهش داره. خب ما این الیمنت رو با این یکی جاشو عوض میکنیم. این نکته هم که بگم، این نوک هویت که میخوام بزنیم داخلش نصف باید داخل باشه. بعد این پیچاشو، جا پیچاش کجه باز میکنیم، جا پیچاش بزرگ و کوچیک داره، حواستون باشه. اینو میبندیم. این پیچم نازک‌تره، جاش کوچیک‌تره نسبت به اون. بذاریم قشنگ صفر کنیم. این قدیمیه که روش وا کردیم سوخته. این نوکش میتونین یک الیمنت نو گرفتین نوک دوباره استفاده کنین، یک سوماده بزنین جاش قرار بدین، ولی اگه برنجی باشه تو لایمکابتون خیلی بهتر میشه. نوکشا رو میدیم عقب. خب این الیمنت رو یک سوراخ داره اینجا، یک گاه داره، این داخلش میندازیم، این داخلش گذاشتیم، این سوراخ تنظیم میکنیم که عقب جلو نشه. این هم در روش میذاریم، بعد اینم داخل این سوراخه بیفته. بعد با یک دونه چسب برق اینو چسب میزنیم که تکون نخوره، خاطر اینکه میخوایم این سیمای الیمنت رو بذاریم راحت جا بخوره. خب این هویه هم چون از قبل سیماش رد کرده بودیم سرش رو لخت میکنیم. بعد نمره فاز نداره، فرقی هم نمیکنه، میبندیم. اینو بعد دوری سیمه قشنگ بتابونیم تا در نره. در اضافه شو میزنیم، باز میاریم روی خودش. خب نیازی به چسب زدن نیستش، این روکشو میریم به خودش. میگیم میره روش و نیازی به چسب زدن نیست چون خودش روکش. نه همینجور قطع میکنیم و اینو دور این میپیچونیم.
راحتی. خب اضافه اینا میزنیم، میریم رو خودش. اگه دفعه دیگه سیمی ذوب کرد یا خواستیم عوضش کنیم اضافه شو باز کنیم. میریم رو خودش همین. اینم رو کش رو گذاشتیم مثل همون، اضافه شو میزنیم. جا خوردنش هم خیلی راحته چون جا پیچ داره، با جا پیچ این روش رو بروش میگیریم. این چسب هم که قبلا زده بودیم دورش رو باز میکنیم. و جا میزنیم. این پیچش رو میبندیم. برای تست. خب اینم از تستش. همین راحتی پروگرام رو درست کردیم.